خب درود بر هیلای عزیز، خوبی؟ شما مرسی. شما خوبی؟ بله بله، به لطفت، خوب و خوش. با خدا رو شکر دلمون تنگ شده بود و زمانی آره شد آره همچنین. درگیر آیین مهر شدیم یه مدتی از بازی ها و آره وقفه افتاد ولی خوشبختانه رد شد و در خدمتت هستم. با قربانت مرسی. همه چی خوب؟ از قرنطینه بیرون اومدین؟ من که میدونی یه بهانه‌ای میجستم و رفتم تو خلوتم اینطوری برای خودم. آره ولی خیلی هم اهل قرنطینه نیستم راستش، یعنی خیلی چیزی رو حالا رعایت خیلی نمی‌کنم ولی تو خلوتم همچنان. آره خوش میگذره ولی خوبه. انشالله که خوش باشیم و انشالله که در واقع بگذره دیگه. به نظرم شرایط خیلی سختیه به هر حال، حتی اخبارش هم خیلی دردناکه که آره آدم آره آره خب انشالله که زودتر بگذره. فکر میکنم که دیگه داره به اون ته کارده به استخونه دیگه هیچ دقیقا استخونه خوابیده دقیقا اینطوره. آره یه نفسی بکشه. خب شبین قرار بود که بعد از فصل یک که راجع به آیین مهر صحبت کردیم از اونجا برسیم به شخصیت جذاب زرتشت و آره خب خیلی هم ابعاد مختلفی داره پرداختن به زرتشت، از روش زندگیش، از خودش، اصلا از افسانه و واقعیتش، از دینش و همه چیزش. بعد نیست به نظرم مثلا بیایم تصویر زرتشت رو با هم نقاشی بکشیم. شاید بعد نباشه، من این موقع برنامه فکر کردم با توجه به اینکه راجع به زندگی شخصی زرتشت بعضی از اطلاعاتی که داریم خیلی هم قطعی نیستن و دقیقا نمیدونیم کدومش درسته، از جمله اینکه اصلا نمیدونیم دقیقا کجا به دنیا اومده و راجع به این اختلاف نظرهایی هستش. بعد نیستش که بیایم با هم دیگه این شخصیت رو از تولدش و همه چیزش و خویش و اخلاقش و سبک زندگیش اول با هم دیگه رو نقاشی آره بکشیم، آره صورتش رو تصور، بعد بریم به عالیه مجلس‌ها و اون کارهایی که بعداً در پیامبری کرده. آره آره. خب شما شروع کنید که کجا اصلا به دنیا اومده. ببین قبل از اینکه حالا بخوایم وارد اون بحث بشیم یه نکته من به نظرم میاد بد نیست بگم، یه نکته یه خورده روش شناسانه. خب ببین طی مثلا به خصوص طی 30 سال گذشته، یعنی از حدود دهه 90 به بعد، یه جریان خیلی جدی ما داریم، هم توی حوزه حالا جامعه شناسی تاریخی و تاریخ ادیان، هم تو حوزه اسطوره شناسی که در واقع خب میان رشته‌ای شده دیگه الان علوم، یعنی نگاه این شکلی است. و در مورد اینکه این شخصیت‌های بنیانگذار ادیان واقعیت تاریخیشون چگونه بوده، یعنی جدا کردن، یعنی بعد اون وقت بحثایی مثل موسی تاریخی، بودای تاریخی و عیسی تاریخی، در مورد این سه تا خیلی بحث شده. یه بحثی هم در مورد البته پیامبر اسلام هست، من معمولا بهش میگم محمد غیر تاریخی، یعنی این بحثی که توی آلمان بیشتر الان مطرحه و در واقع یه جوری میخوام بگن اصلا وجود نداشته یه پیامبری در اون زمان و این مثلا یه چیز، یه شاخه ای از مسیحیت بوده که خب به نظرم نادرسته. یعنی ما داده اتفاقا در مورد اسلام، تاریخ اسلام بیشتر از بقیه ادیان داریم. منتها این جریان به هر صورت شروع شده، یعنی جریانی که پرسش مرکزیش اینه که بنیانگذار یک دین بزرگ که الان پیرو داره به لحاظ تاریخی چه جور آدمی بوده و چه داده هایی ما در موردش داریم، چه مثلا روش شناسی لازمه برای پرداختن بهش. و این یه شاخه خیلی شکوفاییه الان توی این حوزه. خیلی بر من جای در واقع چیز میشه گفت دریغه که در مورد زرتشت و در مورد مانی و در مورد مزدک، یعنی سه تا از پیامبران بزرگی که در واقع مال دل ایران شهرن به تعبیری، در مورد اینا تقریبا میشه گفت کار جدی نشده. البته مقاله، کتاب، اینا خیلی در اومده ولی حالا بین خودمون باشه خیلی جای کار داره و خیلی انجام نشده کار در این حوزه. این مقدمه رو برای این گفتم که بگم ما مثلا موقعی که در مورد عیسی تاریخی حرف میزنیم یه کتابخونه عظیم داریم که میتونیم بریم بهش مراجعه کنیم، کلی نظریه داریم، سرمشقای نظری داریم، خیلی کار شده روش. در مورد موسی تاریخی هم حتی همینطور، یعنی از در واقع شوایتزر بگیر تا فروید تا الان دارن در این مورد می‌نویسن. منتها در مورد زرتشت تاریخی منابع کمی داریم و این منابع حالا مثلا مشهورترینش که به فارسی ترجمه شده کلنزه و نیولیه، یعنی این دوتا الان مشهورترن و
روزآمدترن و خب خیلی جای بحث دارن و خیلی جای نقد دارن، اصلا روش شناسیشون، منابعی که استفاده کردن. اینو من برای این مقدمه رو برای این گفتم که بگم اولا یه حوزه‌ایه که یه مقدار دست نخورده است و خیلی جای کار داره. دو اینکه من یه مقدار راستش نگاه انتقادی دارم نسبت به این موج جدیدی که الان طی همین 30 سال گذشته در این مورد شروع شده و 3 تا ادعا داره میکنه در مورد زرتشت، این موج جدید که حالا خام هم هست. این 3 تا ادعا رو بگم که به نظر من نادرسته که موضع خودم معلوم شه، بعد حالا بریم وارد ریزه‌کاری شیم. خوبه اینطوری بریم؟ آره ببین، یه ادعا اینه که زرتشت دیراینده، یعنی یه گرایشی وجود داره. حالا این گرایش هم گرایش یه مقدار در واقع اندیشمندان، حالا به اسمشون باید گفت صهیونیسته، یعنی اونایی که مایلن یکتاپرستی رو تاکید کنن که دین یهود شروع کرده، که خب اینطور نبوده. یعنی شما عهد عتیق و عمیق بخونیم می‌بینید اصلا یکتا انگار نیست، یعنی خدایان دیگر هم قبول داره. و بنابراین برای اینکه خب در واقع فضل تقدم رو به تورات بدن، تلاش کردن متون اوستایی و گاهان رو بکشن جلو در حد امکان. بنابراین یه گرایشی وجود داره برای اینکه بگن زرتشت متأخره و مثلا ویشتاس به گاهانی یا ویشتاسپی که توی مثلا اوستا اسمش اومده همون گشتاس پدر داریوش بزرگه مثلا، یعنی یه خورد، یعنی مال دوره در واقع کوروشن، اصلا دوره هخامنشیه، که خب خیلی واضح و آشکار به نظرم غلطه این حرف، یعنی خیلی پرته. حالا وارد بحث بشیم میتونم بگم برات، منتها الان خیلی جدی هی داره مقاله و کتاب و اینا روش نوشته میشه. حالا باز من معذرت میخوام اینقدر صریح میگم، همینقدر پرت، یعنی حرفایی که اصلا و تو دانشگاه جدی یه دفعه میبینی یه مقاله در اومده و خب البته این حرفی که هرتزفلد و اینا میزدن منتها مال 100 سال پیشه، یعنی اون موقع اصلا داده به اندازه کافی نداشتیم. زبان اصلا اوستا، حالا الان بحث کنیم برات میگم که یه زبانیه که حدود 1000 سال ادامه داره از اول تا آخر متون اوستایی و یه زبان خیلی کهن و خیلی طولانیه، اصلا متونی که داریم لایه لایه است. و یکی این، یعنی یه پیشداشت اینه. یه پیشداشت دیگه وجود داره در این مورد که زرتشت، حالا حرف مهمی هم نمیزد، این روی کردیه که کلنز بیشتر پشتیبانشه، که مثلا مثال بزنم، مثلا پل چینوت که تو گاهان اومده این ربطی به جهان آخرت و بقای روح و اینا نداره، منظورش دیواریه که سنگ چیدن روش مثلا. همه چی رو مثلا فلان مفهوم اینه که گاو داره قربانی میکنه، فلان مفهوم. اینم البته یه مقدار از مری بویس اومده، گرچه مری بویس خودش همچین نظری نداشت ولی آرایش دامن زده به همچین نگاهی که دین زرتشتی یه دین تقریبا خرافی، ساده انگار، فاقد محتوای فلسفیه. خب اینم یه گرایش دیگه است که باز به نظرم خیلی روشن غلطه و یه کتابی من دارم به نام زند گاهان که اونجا دقیق در آوردم رو خود متن گاهان زرتشت که یه چارچوب اولین چارچوب فلسفی مستدل دقیق رو با کلیدواژه‌های دقیق رو تو کل متونی که ما از جهان باستان داریم اولیش گاهانه بدون تردید و با یه فاصله‌ای نسبت به متون دیگه. سومین گرایش اینه که در واقع تلاش کنه ایده خود زرتشت تاریخی رو به صورت یک در واقع به صورت یک موضوع دعوای سیاسی در بیاره. اینم مال در واقع جنگ جهانی دوم شروعش، که حالا احتمالاً میدونیم مثلا نیبرگ یک کتابی در آورد به نام زرتشت ادیان باستانی ایران و بعد اونجا ادعا کرد که زرتشت یه شمن قبیله‌ای بوده و جادوگر بوده اصلا و متن رو به صورت یه متن جادویی خوند اصلا. و بعد هنینگ اون کتاب مشهور زرتشت سیاستمدار یا جادوگر رو نوشت. اینا تو دوره جنگ جهانی دوم بودن. خب نازی‌ها یه شاخه‌شون خودشون رو نزدیک به ایران میدونستن و بعد جنگ جهانی دوم کلا این گرایش به این که زرتشت بنابراین یه شخصیت بنیانگذار فیلسوفی بوده یک ایده نازی قلمداد شد و الان به همین دلیل خیلی راحت در واقع اینو دارن کنار میذارن. هنینگ خب گرایش داشت به دین نازی و دیگران هم خیلیاشون داشتن، اندیشمندان آلمانی اون موقع، و بنابراین این ایده که حالا زرتشت بعد یه موضوع یه مقدار سیاسی شده الان بحث زرتشت، یعنی این که همین الان هم این بحث که سیاستمدار بوده یا جادوگر، یعنی آیا یک شمن قبیله‌ای بوده یا یک بنیانگذار یک نظم اجتماعی و سیاسی جدید بوده،
این یه موضوعیه که بالاخره باید روش بحث بشه. گرایش الان به سمت اینه که بگن زرتشت متأخر بوده، شمن بوده و هیچ حرف جدی نزده. الان گرایش پارادایم رسمی که ایران زدایانه هم هست چنین چیزیه. این مقدمه‌ای بود برای اینکه در واقع چیز کنیم، در واقع میز بازی رو بچینیم و حالا بتونیم روش حرکت کنیم. حالا به نظرم تو چیز بکن، هدایت بحث رو به دست بگیر و پیش بریم دیگه. اینجا به نظر من اصلا این همه بحث سر این که حالا بخوایم اینو ثابت کنن نکنن، بگن متأخر بود، شمن بود، پیامبر بود، سیاست خودش نشون میده که چقدر این چهره موثریه. و اصلا خیلی نگاه ساده ترش این که توی کتابی که چنین گفت زرتشت نیچه اسم شخصیتش رو زرتشت انتخاب کرده، فارغ از این که آیا داره اون شخصیت تو این کتاب واقعا همین زرتشت یا فقط اسم اون رو در واقع وام گرفته، به نظرم اگر فقط وام اسم زرتشت باشه از طرف به بحر شناخته شده به نام نیچه، خودش نشان دهنده اینه که به حال زرتشت چقدر یه خورده این نگاه‌های جادوگرانه و شمن به قول تو من فکر کنم این موضوع کاملا سیاسیه. و اون چیزی که قطعی راجع به زرتشت اینه که زرتشت شاعر بوده و بسیار روحیه لطیف و زیبایی داشته. یک بار خودت توی آینه مهر گفتی که زرتشت اولین کسیه که با خدا ادبیات عاشقانه داره و به نظر من این واقعا ویژگی ممتاز زرتشت از شاید سایر پیامبران بوده که در حالی که داره در واقع پیام آور یکتاپرستیه، ولی این رو بیشتر با یک حس شاعرانه عاشقانه داره مطرحش میکنه تا اینکه بخواد نگاه ترس و وحشت رو تو ماجرا بندازه. و از طرفی هم فیلسوفه و رو فلسفه خیر و شر کار کرده و شاید قدیمی ترین فلسفه خیر و شر. اصلا خیلی ها معتقدن که در واقع زرتشت اصلا اولین فیلسوف جامعه بشریه، حتی چنین نظریاتی هم راجبش هستش. ولی خب اگه بخوام من برگردم به صحبتی که بخوایم از اینجا شروعش کنیم، میدونم که خیلی مورد اختلاف هست این که زرتشت کجا به دنیا اومده. یه عده میگن در شهر ری و آذربایجان، میگن فلات مرکزی، سیستان، بدخشان، جاهایی که راجبش حرف زده میشه، میگن در نهایت در شمال شرق ایران زندگی میکرده. و جالبه از همه این احتمالات کمترینش سیستانه، ولی من همیشه فکر میکنم که خب پس چرا توی قصه سوشیانت و فروهرا ما اینو داریم که اونا در واقع 4 گوشه دریاچه هامون رو محافظت میکنن و سوشیانت از بدن مادری به دنیا میاد که مادر باکره که روزی در دریاچه هامون داشته آبستنی میکرده. با توجه به این باورها سوشیانت رو از پشت زرتشت میدونیم، 3000 زرتشت خیلی چیز غریبی نیست اگر بشه که سیستان رو هم بهش ربط داد، اگرچه که حداقل برای من خیلی فرقی نمیکنه که کجا بوده باشه. میدونم که برای به هر حال آدم‌هایی هم متفاوت هست که مال غرب بوده باشه، شرق بوده باشه، شمال یا جنوب، ولی جالبه که بدونیم که دقیقاً کجا به دنیا آمده. حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح بوده، فرزند سوم خانواده بوده. میگن که 6 فروردین به دنیا اومده. منم استقبال میکنم از این، چون خودم فروردین میرم و دوست دارم که زرتشت فروردین باشه. و همین فکر میکنم که والا راجع به همین محل تولدش میتونیم با هم یه صحبت کنیم. آره ببین اتفاقا در مورد سیستان که گفتی، منم یه همچین حسی شبیه فروردین تو رو دارم بهش، چون من مادرم از طرف مادرم و سیستانی هستیم، مثلا مامانم فامیلش هم بلوچه، البته سیستانی ان اینا، ولی یعنی دلبستگی به اون طرف داریم. ببین همونطور که گفتی 3 تا در واقع پیشنهاد اصلی وجود داره. یه پیشنهاد که مقدار قدیمیه که میگه مال آذربایجانه و این در واقع مرجعش مربوط میشه به متون دوران ساسانی و قرون اول اسلامی. یعنی توی اون دوران معتقد بودن که دریاچه‌ای که توی اوستا به نام چیچست اسمش اومده، چون یعنی درخشان، این همون دریاچه اورمیه است. بنابراین جغرافیای اوستایی رو در اطراف دریاچه اورمیه میچیدن که میشه در واقع آذربایجان ما. و خب حالا بعداً در دوران جدید من دیدم یه عده پانتورک هم میگن پس ترک بوده دیگه، یعنی چیزای این شکلی هم در اومده که خب حالا دیگه فقط زرتشت مونده بود و حالا دیگه فقط یه قدم دیگه اونورتر اهورامزداست که اون هم ترک بشه دیگه حل میشه همه چی. و
منتها آذربایجان به دلایل متفاوت نادرسته. یعنی حالا وارد بحثش نشیم، ولی به عنوان یک اشاره بگم جغرافیای کل متون اوستایی جغرافیای ایران شرقیه و هیچ اشاره‌ای به ایران غربی نمی‌کنه توش. این خیلی نکته مهمیه. یعنی زبانی که زبان اوستایی، زبان مردمی که این متون رو پدید آوردن، زبانی بوده که در ایران شرقی رایج بوده. و نکته خیلی مهم این که به هیچ کدوم از دولت‌ها، اقوام، اشخاص خیلی اسم هست توی اوستا، خیلی به واحدها، قبیله ها، به خیلی کوه ها، رودها به اسمای خیلی دقیق اشاره شده. منتها مثلا ما هیچ اشاره به ایلام نمیبینیم. تو خب خیلی عجیبه دیگه. به آشور، به هیتی ها، به هوری ها، به سامی ها اصلا هیچ کلید واژه سامی ما نداریم و این تقریبا قاطع نشون میده که جغرافیای اوستایی در دوران ساسانی به ایران غربی منتقل شده. یعنی یه چیز دیرایندیه، یه فرایند متأخریه و یه دلیل عمدهش به نظرم آتشکده آذرگشنس بوده که توی در واقع آذربایجانه و خب یه طبقه موبدان خیلی مقتدری توش بودن که تا قرن هفتم هشتم هجری هم بودن اونا همچنان. یعنی قدرت فرهنگی خیلی. ببینید آتشکده آذرگشنس جدای این که خیلی جای مهمیه، خیلی جای زیبا و تاریخیه، به عنوان یه گرانیگاه فرهنگی هم تو تاریخ ایران یه جای خیلی مهمیه و طبیعیه که اونا خب تو جغرافیای اطراف خودشون این رو ترسیم کنن. بنابراین ما میدونیم ایران شرقیه تا اینجای کار. حالا در مورد اینکه شمال ایران شرقی یا جنوب ایران شرقیه، در واقع نگرش کلاسیک این بوده که شمال ایران شرقیه، یعنی مربوط به منطقه سغد و خوارزم بیشتر، اون جایی که خود زرتشت زندگی میکرده. بنابراین مثلا رودی که زرتشت میگه من از اون رود خودم شستم و اومدم بیرون و در واقع وحی به من رسید، میگن آمودریا یا سیردریا بوده. مثلا بحثای اینطوری داریم. به تازگی نیولی این بحث رو مطرح کرده، به تازگی که میگم مثلا 1992 بود که اون کتاباش در واقع مقاله‌هاش و کتاباش منتشر شد و گفتش که جنوب ایران شرقی بوده و سیستان بوده به احتمال زیاد. یه دلایلی آورد نیولی که خب جالبه البته از زوایایی و خیلی اندیشیدنیه، جای تأمل داره. اما حالا با اینکه من یه دلبستگی به سیستان بلوچستان دارم خودم، اما راستشو بخوای فکر میکنم اون نظریه شمالی درست‌تره. یعنی حالا دلایل فنیش حالا خیلی وارد نوشتم اینا رو. یک مقاله من دارم به نام زمان و حالا عنوانش زمینه و زمانه زرتشتی، همچین اسمی داره، زایش زرتشت، که رو کانالم هست و اونجا مفصل این دلایل رو آوردم که به احتمال زیاد نواحی شمالی ایران شرقی بوده. زبان اوستایی مهمترین کلیده برای فهم این که کجاست. ببین زبان اوستایی، من جایگاهش رو تو جغرافیای زبانهای ایرانی بگم، زبان اوستایی از یه طرف خیلی شبیه به زبان سانسکریت، یعنی برای این معلومه که مال ایران شرقی بوده. منتها جایگیری زبان سانسکریت و زبانهای اصطلاحاً هندی ایرانی قدیم که الان بهش میگن پراکریت، ولی خب پراکریت یه اسم چیزیه، اسم مصنوعیه. مثلا هندی و بنگالی و همه اینا رو میگن پراکریت. منتها زبانهای هندی قدیم که سانسکریت از همه مشهورتره و بعدش یه زبان خیلی مهم داریم پالی، اینا زبانایی بودن که در واقع تو منطقه مثلا سیستان بلوچستان ما تا شمال هند، تا مثلا آگرا، تا راجستان، تا نواحی شمالی، در واقع اوتار پرادش، تا اون نواحی اینا ادامه پیدا میکردن. به نظر میاد که شمالش ما یک مجموعه ای از چیزها رو داریم که زبونهای بعدن شدن زبون بلخی قدیم و این در واقع ناحیه‌ای که افغانستان الان تقریبا. زبان اوستایی احتمالاً شمال این ناحیه بوده، چون شباهت خیلی چشمگیری داره هم به زبونهای مثلا خوارزمی و بلخی و سانسکریت و به این زبانهای ایران شرقی، هم خیلی نزدیک به زبان سکایی. این یه نکته خیلی مهمیه. یعنی قبایل سکایی که خب کوچگرد بودن و بنابراین زبونشون رو چون نانویسا بودن قدیمی‌تر نگه می‌داشتن و این زبان شاید براتون جالب باشه الان هم زنده است. یعنی زبون سکایی زبون آسی یا ایرونی، الان هم بهش میگن ایرونی هنوز، که توی آلبانی
و تو منطقه قفقاز یه جاهایی گفتگو میشه بهش، ادامه زبان سکاییه. یعنی این زبان ادامه پیدا کرده، زنده است هنوز و خب خیلی شبیه اوستاییه، یعنی عناصرش خیلی شبیه. بنابراین مال ایران شرقیه، احتمالاً شمال ایران شرقیه. جغرافیای ولی اوستای دیرایند، یعنی اوستای بعدی، جنوب ایران شرقیه. و خب اینو ما میدونیم که دو تا گرانیگاه مهم اونجا ما داشتیم، یکی بلخه، یکی اطراف دریاچه هامونه. و بلخ اصلا اولین و مهمترین مرکز شکلگیری آیین زرتشته و در واقع پرسش حالا اینه که زرتشت از شمال اومده بلخ یا از جنوب رفته بلخ، یعنی در واقع شکلش اینجوریه. و حتما اینه که از شمال رفته به بلخ، منتها به احتمال زیاد اولین شاه زرتشتی یعنی گشتاسپ که مال دوره خود زرتشت هم است، احتمالا شاه بلخ بوده. یعنی ما اونجا یک دولت شهری داشتیم که تو منابع اوستایی هم خیلی گرانیگاه، خیلی بهش اشاره شده و احتمالا خاندان لهراسپی که تو شاهنامه هم اومده، اینا خاندان شاهان بلخ بودن. و دین زرتشت هم اینو ما میدونیم که گرانیگاه مهمش تا 2000 سال بعد بلخه، یعنی بلخ یه جای خیلی خیلی مهمیه تو این داستان. به لحاظ مکان به نظرم این چیز رو در واقع این آرایش نیروها رو میشه دید. حالا ریزکاریاشو باز من فکر میکنم خودت یه مقدار پیش بر، مثلا در مورد زمانم میخوای بگو یه چیزی رو زمانش هم یه گپی بزنیم، بعد من دوباره بگم، خسته نکنم ملت. مثل اونایی که خیلی نگاه اسطوره افسانه‌ای به زرتشت هستن، معتقدن که فر زرتشت خیلی باستانی‌تر و قدیمی‌تر از خود حضور فیزیکی زرتشته. یعنی مثلا حتی من اینو خوندم که فروهر زرتشت 3000 سال قبل از اومدن توسط اهورامزدا در واقع آفریده شده، نمیدونم از چه اصطلاحی در واقع اومده و بعد 3000 سال بعدش بدنش، اون بدن فیزیکیش به دنیا اومده و همون تو همه نگاه‌های معنوی روحانی مخصوصا آیین‌های شرقی یه همچین باورهایی رو می‌بینیم. یعنی حالا به شکل‌های مختلف که کسی رو معتقدن روحش از این بدن به بدن دیگه‌ای از این تناسب منتسب، یه خورده این شبیه اون بدن یعنی همچین نگاهی به موضوع. ولی واقعیتش اینه که فکر می‌کنم بازم اینم مورد اختلافه که حالا از 500 سال قبل از میلاد تا 1500 سال قبل از میلاد، ولی حدوداً میشه گفت 1000 سال قبل از میلاد چیزیه که بیشتر میشه بهش تکیه کرد که زمان زرتشته. و حالا اینکه زرتشت آنچه که راجبش حرف زده شده اینه که از بعد تولد یک در واقع روحانی بوده، حتی یک لقبی داشته که نشون میده که تمام طول زندگیش رو انسان معنوی و روحانی و در واقع خداپرستی بوده. ولی ارتباط زرتشت با آینه ارتباط جالبیه به نظر من، حالا حتی جالب‌تر از زمانی که بخوایم بهش بپردازیم. فقط هیلا یه کاری کنیم، داری الان اینایی که میگه هر کدومش یه بحث چیزه، یه بحث مفصل. آره میخوای یکی یکی بریم روش، یکی یکی بریم. آره ببین یه اشاره در مورد اون نکته اول که گفتی که خیلی نکته مهم و جالبی هم هست یعنی این ایده که زرتشت در واقع فروهر زرتشت ازلیه، یعنی در ابتدای آفرینش بوده. ببین یه نکته‌ای که هست اینه که این مربوط میشه، این خب اسطوره‌ایه طبیعتاً و تو دایره اسطوره باید نگاه کرد بهش. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که این ایده از کجا اومده، این خیلی جالبه. ببین اینطوری به نظر میاد که در واقع پیامبر رو که خب اولین پیامبر زرتشته، اینم داشته باشیم. یعنی ما توی تا قبل زرتشت هیچ سندی، هیچ شخصیتی نداریم که یه اسم مشخصی داشته باشه بعد بگیم من یه پیام جدیدی از طرف خدایی آوردم. اصلا شما همچین چیزی قبلش ندارید. یه نفر دارید فقط که یه خورده شبیه پیامبره، ولی خب اونم همچین حرفی نمیزنه، یعنی پیام جدیدی نداره. اون آخناتون فرعون مصر که یکتاپرستم است، خیلی شخصیت جالبیه. منتها اون یه برنامه سیاسی بوده اونجا و طرف هم فرعون بوده و فرعون رو فکر می‌کردن خداست اصلا مصری‌ها. یعنی یه ماجرای سیاسی آن چیزی که در مصر رخ میده و یکتا انگار نیست آخناتون. و نمیگه من پیامبرم، پیام جدیدی آوردم، ولی خودش رو با آتون خدای خورشید همسان میانگاره. منتها زرتشت اولین کسیه که به عنوان انسانی که پیامی از خدای آورده خودش رو در واقع مطرح میکنه، بنابراین اولین پیامبره به این معنی.
و پیامبر رو در ایران معادل انسان کامل میگرفتن. یعنی حالا این همینطور ادامه پیدا میکنه. یعنی مثلا حالا در مورد زرتشت نمودش اینه که بنابراین موقعی که مینوی خیر و شر، یعنی سپند مینو و انگره مینو، موقعی که از هم تفکیک میشن، یعنی آفرینش به تعبیری شروع میشه، اون جنگ ازلی اول تاریخ شروع میشه، بنابراین انسان کامل چون همپایه خداونده. ببینید خیلی مهمه توی ایران انسان کامل، اصلا انسان جوهرش عین جوهر خداونده، اینا هم سرشتن و از اولش اینجوری بوده و این مال زرتشت، ایده زرتشته و اولین بار تو گاهان شما میبینید که انسان و خداوند عناصر تشکیل دهندشون یکیه و خیلی هم دقیقه اتفاقا. یعنی انسان 8 تا نیروی نفسانی داره، اهورامزدا و انگرمینو هم هر کدوم 8 تا نیروی نفسانی دارن. مال انگرمینو و سپندمینو ضد هم دیگه است، یعنی خیر و شر، خیلی سیاه‌سفیده. مال انسان همون 8 رو داره ولی طیفی بین ایناست، آمیختگی داره و اگر انسان بتونه کامل خودشو در واقع پالایش کنه، شبیه اهورامزدا بشه، مثل اهورامزدا میشه. یعنی ماجرا شباهت به اهورامزدا نیست، ماجرا همسرشتی با اهورامزدا است. به این معنی در واقع ایده عرفان، ایده این که من عرف نفسه و فقط عرف ربه، این که شناخت خود معادل شناخت خداونده، چون که خداوند و خود یک چیزن به تعبیری. این اولین متنی که بهش اشاره میکنه باز دوباره گاهانه. توی این چارچوب اون وقت انسان کامل همپایه خداونده، هم از ازل هست، هم در ابد، یعنی سوشیانس در ابد جنگ میان خیر و شر رو اون ختم میکنه، یعنی انسان پایان بخش این ماجراست. به همین خاطر این داستان که در مینو زرتشت بوده از ازل، این از اینجا میاد که زرتشت رو انسان کامل فرض میکردن. فقط یه اشاره این که این دیراینده، یعنی تو خود گاهان و متون اولیه اوستایی همچین چیزی نداریم. این تحول پیدا میکنه ایده انسان کامل، میرسه به این که الان گفتی. این یه نکتهش. در مورد زمانش هم یه اشاره کوتاه فقط بکنم، بعد دیگه بریم رو اون بحثی که میکردیم. ببین حالا البته زمانمون هم داره تموم میشه، 2 تا نیم ساعت بریم، نه هیلا؟ آره پس میخوای آره ببین میخوای یه کاری کنیم، چون داره زمانمون تموم میشه، میخوایم من زمانو بگم و این جلسه رو ببندیم، بعد تو جلسه بعد ادامهشو بحث کنیم. خوبه؟ چون اون یه بحث مفصلی. ببین در مورد زمانش هم خب 2 تا در واقع دیدگاه هست دیگه. یه دیدگاه هرتزفلد شروع کنندش که خب در واقع مال دوره رضا شاه و اول در واقع چیز بحثای ایران شناسیه که اون خیلی علاقه‌مند بود که بگه همه هم دوره بودن، مثلا بگه کوروش و داریوش و نمیدونم بابای داریوش و زرتشت و اینا همه هم دوره بودن. خب ویشاس هم مال همون دوره بوده. همه متون رو یه مقدار علاقه داشت که یه پارچه کنه. نمیدونست. در مورد هرتزفلد من نظرم اینه که ریگی به کفشش نبود، اون موقع منابع به اندازه کافی حدود 100 سال پیش نداشتیم. منتها ماجرا اینه که خب الان منابع داریم. یعنی الان مثلا خود نیولی توی کتاب در واقع همین زمان و زیستگاه زرتشتش نظر قبلیش رو که به نظر من درست بوده تغییر داده به نظری شبیه به هرتزفلد. یعنی میگه که قرن 6 پیش از میلاد بوده زرتشت، یعنی تقریبا هم دوره کوروش بوده و دلیل اینکه این کارو میکنه اصلا مستدل نیست. به نظر من دلیلش فشار فضای آکادمیک اون طرف آبه که مایلن همونطور که گفتم زرتشت رو در حد امکان بیارن جلو و با دلایل فراوان میشه نشون داد که مال اون دوران نبوده. 2 تا دلیلش من فقط براتون بگم. ببین حدود میانه دوران هخامنشی، یعنی احتمالاً دوران اردشیر دوم هخامنشی که میشد مثلا حدود 450 پیش از میلاد 430 پیش از میلاد، اردشیر هم میدونه نیم قرن سلطنت میکنه، اصلا یه شخصیت خیلی عجیبی بوده و حدود مثلا 430 پیش از میلاد این اوستایی که ما الان میبینیم دیگه چیز میشه، دیگه تکمیل میشه و این همونیه که الان دست ماست، یعنی دیگه تغییری نمیکنه. چرا تغییری نمیکنه؟ ما تقریبا میدونیم چرا تغییر نمیکنه، چون زبان اوستایی از بین میره در اون دوران. یعنی زبان اوستایی در میانه دوران هخامنشی به زبان مرده تبدیل میشه. این معنیش ببینید زبانا یهو نمیمیرن که، اونم زبانی مثل زبان اوستایی
که زبان دین مهم و بزرگ دولت هخامنشیه و دولت هخامنشی هم بزرگترین و اولین دولت عظیم این شکلی رو کره زمینه. اگر زبان مقدس اون دین که مربوط به چنین دولتیه ریشه‌کن شده در یه مقطع تاریخی، معنیش اینه که زوال این زبان چندین قرن قبل شروع شده. یعنی تقریبا قطعیه که در دوران هخامنشی موقعی که زبان اوستایی از بین میره، احتمالاً از چند قرن قبلش فقط موبدان و مغان میدونستن این زبان رو، توده مردم احتمالاً چند قرن قبل اینو از دست داده بودن و این به این معنیه که این زبان خیلی قدیمی تر از این حرف هست. خب این در مورد زمان ختم در واقع زبان اوستایی. دلیل اینکه ما متن اوستا رو خیلی امانتدارانه بهمون رسیده، یعنی 2500 سال حدوداً متنی که داریم مال 2500 سال قبله، یه دلیلش اینه که خب کسی نمیتونسته دست ببره توش، کسی بلد نبوده، متن رو میخوندن و به زبون خودشون که پهلوی بوده بعدن یا احتمالاً تو پارسی باستان هم زند میکردن، یعنی شرح میدادن که این جمله یعنی این و حالا از روی اون بعدن بازسازی کردن زبان. حالا رو خود متن شما موقعی که میاین یک گاهان رو دارید که به نظر من مهمترین بخش اوستاست و همونطور که گفتی شعر و سروده های خود زرتشته. به لحاظ تاریخی بخوام بگم گاهان رو دارید، بعد حدود به نظر میاد 100 سال بعد، 100 خورده ای سال بعد، با یه فاصله زمانی ولی نه خیلی طولانی، یه متن مهم دیگری داریم ما به اسم هفت‌هات، به اوستایی هفت‌هایتی، که این متن خیلی گزارش دقیقی ازش داریم که شاگردان نسل سوم زرتشت، یعنی حدود 100 سال بعد، رهبرشون کسی بوده به نام سینا و این سینا میره در شهر ری، یعنی همونجوری که الان بنده نشستم و جات خالیه، یعنی امیدوارم دوباره بیای به سمت شهر ری، در ری این دین رو میبره و بنابراین ری احتمالا زرتشتی نبوده قبلا توش، این سیناست که میبره این کارو میکنه و متن هفت‌هایتی محصول این حلقه شاگردان سیناست. این متن رو شما مقایسه کنین با گاهان به لحاظ زبانی یه خورده فرق میکنه، ولی فرقش فرق لهجه نیست، فرق زمانیه، یعنی یه زبانی که تو 2 تا دوره مختلف انگار برش گرفته باشی ازش. و یه چیز خیلی مهم این که هفت‌هات نثره و حالا نظریه هست، منم به شدت اینطوری فکر میکنم که نثر یعنی نوشته شده متن، چون اون چیزی که مردم شنیداری منتقل میکنن شعره، اصلا شکل پایه ادبیات و دین و اینا شعره، اون چیزی که از قدیم داشتیم اینطوریه. تقریبا همه جا شما موقعی که نثر میبینید یعنی نوشته شده متن و این بدان معناست که احتمالاً در ری حدود 100 خورده سال بعد زرتشت نوشته شده متن. اصلا ما نمیدونیم به چه خطی، اصلا نمیدونیم اونجا نویسا بودن یا نه، چون هیچ نمونه ای از خط ما اونجا به دست نیاوردیم هنوز. این یه حدس صرفاً بر مبنای متن. منتها اینو ما میدونیم که ماتها، یعنی ری جزء قلمرو ماتها بوده، ماتها به احتمال خیلی خیلی زیاد نویسا بودن، یعنی خیلی حرف بعیدی نیست. البته ماتها حدود مثلا 300 سال بعد این به قدرت میرسن، منتها قبایل مات بالاخره بودن دیگه توی ایران غربی. بعد شما یه مجموعه از متون رو دارید به نام یسنه‌ها که این یسنه‌ها و مخلفاتش جدیدتره به شدت، یعنی یسنه‌ها چند قرن فاصله داره با هفت‌هات و گاهان. و بعد یشت‌ها رو دارید که یشت‌ها به شدت عجیبه، چون یه سری از یشت‌ها خیلی جدیده و به نظر میاد اصلا اونی که اینو گفته خیلی اوستایی دقیق نمیدونسته، یعنی مثلا خطای دستوری توش هست و کپیکاری داره از تیکای دیگر اوستا. مشهورترینش هرمزدیشت، یعنی یشت اول، و به شدت زرتشتیه این تیکه‌ای که میگم. اینا رو من بهش میگم یشت‌های نو. یه بخش دیگری از یشت‌ها زبونش خیلی قدیمیه، حتی قدیمی‌تر از گاهانه به نظر من، و خیلی نزدیک به متون ودایی و اینا رو من بهش میگم یشت‌های قدیم. مثلا آبان یشت، مهر یشت و اینا خیلی طولانی هن و اینا یکتاپرستانه نیستن اتفاقا، یعنی اینا سرودهای باستانی خدایان آریایی قدیمن که معلومه باقی بودن همینطوری و رهبرانشون زرتشتی شدن الان، ولی اون خدایان قدیم هم نگه داشتن و اومدن توی متن یه جایی یه چیزایی اضافه کردن. اون افزوده ها قشنگ معلومه، یعنی اون افزوده اصلا ساختار دستوریش ساده تره نسبت به خود متن. و باز یه چیز عجیب این که اینجا ما متنایی داریم که شعره، مثل مهریشت، مثل آبانیشت، وسطش یه تیکه‌های نثره،
بعد اون نصرا زرتشتیه، یعنی اونا رو بعدن مثل یه شرحیه که اومده اضافه کرده. حدس من اینه که یشت‌های قدیم قدیمی‌تر از زرتشته و مربوط به میانه هزاره دوم پیش از میلاده. این هم ما میدونیم که حدود 1600 تا 1200 پیش از میلاد یک موجی از آریایی ها میان وارد قلمرو ایران زمین میشن. قبلا در حاشیه شمالیش بودن، از شمال به جنوب و از غرب به شرق وارد این قلمرو میشن و اینا خدایانشون یکی بوده، خدایان ودایی، خدایان هیتی، خدایان میتانی، خدایان اوستایی یکی هن هستن. اینا یه بافت دینی مشترکن و این یشت‌های قدیم به نظر من بازمانده دین ایران شرقیه، مال حدود 1600 تا 1200 پیش از میلاد. این چارچوب زمانی و زبانشناسی تاریخی رو هم وارد داستان کنیم، جای گاهان معلوم میشه، یعنی معلوم میشه گاهان مال کیه حدودن و بنابراین جای زرتشت هم میتونیم تعیین کنیم. تا جایی که من فهمیدم، اینا همه البته نظریه است دیگه، اینا همه باید چکش بخوره و نقد بشه، تا جایی که من فهمیدم حدود 1200 پیش از میلاد زمان زندگی زرتشته. هم منابع متنی مثل بیرونی و دیگران دقیقاً به این تاریخ اشاره میکنن، هم خیلی جالبه که سنت خود زرتشتی‌ها، سنت قدیم زرتشتی‌ها همینو میگفته. جالبه که بعد در واقع دوران ساسانی این زمان رو میکشن جلو و نزدیک میشه به دوران کوروش. من به نظرم یک آمیختگی بین چهره کوروش و زرتشت رخ میده در دوران ساسانی و اینایی که میگن در واقع متأخرتره تحت تاثیر این روایت ساسانی هستن که یه جاهایی هم اومده مثلا میگه که چه میدونم 400 سال 300 سال قبل اسکندر بود، یعنی با اسکندر قیاسش میکنه که خب بی ربطه و متأخره، یعنی مال بعد اسکندره چنین روایتی. تو این چارچوب و اینم بهتون بگم تاریخ گذاری کلاسیک رایج زرتشت هم همین 1200 پیش از میلاد حدوداً، یعنی به نظر میاد قرن 12 پیش از میلاد، قرن 12 13 پیش از میلاد در ایران شرقی آدمی زندگی میکرده که یه شعرهایی گفته به نام گاهان. حالا یه متنای یه خورده قدیمی ترش داریم، یه متنای فراوانی جدیدتر داریم، اینا رو جمع بزنی حدود 1000 سال تاریخ متنه. یعنی اوستا رو ما الان میخونیم، خب ما ترجمه‌شو معمولا میخونیم، متوجه نیستیم که خود یشت‌ها رو شما دارین میخونین لایه لایه است متن. و مثلا هرمزیشت اصلا کپی شده از روی رامیشت، از روی یکی از یشت‌های قدیمی. اینو من یه چیزی قبلا هم صحبت کردیم با هم در موردش. اینو کنار هم دیگه بذاریم تقریبا با یه دقت خوبی زمان و زمینه زندگی زرتشت در میاد. حالا از اینجا به بعد میشه ادامه داد. جالبه البته صحبت رو بذاریم واسه قسمت دوم، ولی از توی صحبت‌هایی که راجع به یشت‌ها کردی که یشت‌های متأخر یا یشت‌هایی که قبل از زرتشته، بعدش هم از صحبتت اینه که یه نگاهی هست که زرتشت آیا با اومدنش خیلی جدی خدایان قبل از خودش رو باطل کرده و نگاهی یکتاپرستی داشته و توی این موضوع اصلا شوخی نداشته، یا اینکه یک جاهایی هم خب گذاشته یک سری از ایزدها و الهه‌های باستانی توی باورهای زرتشتی یا توی یشت‌ها ادامه پیدا بکنن، فقط جایگاهشون رو برده از اون خدای یکتا پایین تر کرده و به چشم در واقع عصای دست خدای یکتا نگاه کرده. فکر کنم این اون چیزیه که میشه توی قسمت بعدی نگاه دقیقاً حرف زد که خیلی هم سوال مهمیه. این خیلی خیلی سوال مهمیه. سوال مهمی هست ولی هم برمیگردیم به نقاش. آره پس آره موافقی. پس الان بریم یه چیزی بکنیم، یعنی ببندیم اینو بریم برای نشست بعدی دوباره گپ بزنیم روش. خوبه؟ قربان فعلا. آره همچنین فعلا. خدا